پشت این در شعبه نجات شفاخانه رقم 3 پایتخت اوسیا زولفانووا بیستر است. دختر 6 ساله‌ای که روز 19 ایون در حدود ناحیه سینا او را آتش زدند. طبیبان میگویند حالتش وزنین است. دخترچه در حالت نهایت وزنین با جراحت‌های سوخته تقریبا 65% بدنش جراحت‌های سوخته‌اش با آتش با صدمه درجه نهایت وزنین به شعبه ما وارد شد. تا حال توبت را قبول کرده ایستاده است. حالت بیمار در عین زمان وزنین میماند. در آتش زدن اوسیا 3 نورس را گمان بر می‌دانند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند آنها دستگیر شدند. حادثه را مفتشان دادستانی شهر دوشنبه تحقیق دارند و تا به حال سبب و انگیزه آتش زدن دختر 6 ساله اعلان نشده است. شاهدان قصه میکنند که حادثه در آن همین مکان رخ داده است و دخترچه بعد سوختن پایهایش را از بند آزاد کرده دویده میرود به سوی خانه عمکش. اویچه 11 ساله اولین شده به کمک اوسیا میشتابد. Allah bay tanış buramada ve ben derdi labi o vardı mı o çarpıdam aşağıya ve kardaydı boşa sırası girifte karşıda уже suhtaydı bu polis peşimondaydı karşıda partiyonu ve ayxonu davide rafta mazo vardı ve halkaki dodoşno jang mekdan pustay tanışa kanda girip ki ne bama gittim jang nayka ba pustay ba bachi hamsaya didim nemcada ba fayrat kam ki ra bima fayrat پاره‌های کرته آتش گرفته اوسیا تا هنوز اینجا باقی مانده است. پیش از بیهوش شدن او حادثه را با مادرش قصه کرده است. آتش با نقد کرده است که همینجا با پاچه‌ام بستن و وای کردن. گوگرد زدن در نگریف زدن در گریف من با چسبوندن گوگرد یو خودشون گوری کردن. وقتی که من آیا گفته داد زدم سگ آوردن نو ترسوندن که سگ میخوره تا. بعد دیگه بچه ادازدنی میمونه. بعد میشه زد بچه. نظر جانب دیگر دسترس نیست. مقامات نیز با خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیشات جزئیات حادثه را آشکار نکردند. اما نزدیکان اوسیا میگویند گمانبران را میشناسند. بچه‌های کوچگی و یک قشلاقیمان دیگر قشلاق خوب هم میگشتن. پدر مادرش غمگین تا حاضر پدر مادرش غمگینه که من دستگیری کردم. با گفته وزارت کارهای داخلی پرزیدنت امامعلی رحمان درباره حادثه اظهار نگرانی کرده است و با وزیر تندرستی دستور داده است که طبابت و نگاهبین دختر مجروح را زیر نظارت قطعی گیرد. طبابت را از حساب داروهای در بیمارخانه بوده و یاری فوند خیریوی لونا طبابت بیمار دوام داده ایستاده. سوالی که در همه جا میچرخد و اکثریت جوابش را میجویند این است: چرا نورسان این کار را کردند؟ چی میخواستند؟ آن روز چی اتفاق افتاد؟ سوالهایی که به قول مقامات با آن بعد تفتیشات جواب میگویند.